إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظیم. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم همه شما بزرگواران را به برنامه ندای ایمان خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی باز هم اهل ایمان را مخاطب قرار می دهد. یعنی تو مسلمان وقتی قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، باید به تمام حرفهای قرآن من و تو گوش کنیم، خصوصا و بالاخص به آن ندایی که بر اهل ایمان می شود. یعنی دیگه وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، 100% مخاطبش تو مسلمان هستی. یا ایها الذین آمنو، در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی میخواهد متوجه بسازد که این زن و فرزند و دنیایی که شما با اینقدر عشق می‌ورزید که خدا را فراموش کنید و ذکر خدا و یاد خدا را فراموش کنید، متوجه باشید که این حرکت سبب هلاکت می شود. ذکر الله سبحانه و تعالی چیست؟ یکی این که یاد الله که ذکر الله هست، یکی این که یکی از نامهای قرآن ذکر هست. یعنی شما را از قرآن و احکامات قرآن دور نسازه. انقدر به زن و بچه و فرزند و دنیا مشغول شوید که یاد شما نیاید که قرآن چی گفت، قرآن ما را به چی امر کرد، به چی نهی کرد، دستورات الله سبحانه و تعالی چی بود. اینجا الله سبحانه و تعالی می فرمایه که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلك. کسی که چنین کنه، ای مسلمان، ای اهل ایمان، کسی که چنان مصروف و مشغول دنیا بشه که یاد خدا را فراموش کنه، ذکر خدا را فراموش کنه، احکام خدا را فراموش کنه، فرمایشات الله را فراموش کنه، اوامر الله و نواهی الله را فراموش کنه، و من یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. ای در زیان هست، ای خسران کرده، ای خسارمند شده. در حقیقت خسرانی که الله بگه چی خسرانی است. من و تو مسلمان وقتی کار و معامله داشته باشیم، در معامله ما جزئی ترین خساره بیایه، فوراً متوجه میشیم که من اگر چنین حرکتی انجام بدم خساره وارد میشه در سرمایه من، در تجارت من، در بیع و شرای من. خیلی متوجه میشیم. الله سبحانه و تعالی میگه و من یفعل ذلك، کسی که از ذکر خدا بمانه، از یاد خدا بمانه، یعنی از احکامات خدا دور بشه، ای در حقیقت خسران کرده. آیه دیگر که باز هم مخاطب میکنه اهل ایمانر، یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ای مسلمان ها، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. متوجه باشید که اینها دشمن هست برای شما. عدوا لکم فاحذروه. شما از اینها خود را برحذر بدارید. یعنی چی برحذر داشتن از اینها؟ یعنی محبت اینها چنان نباشه که شما را
غافل کنه از محبت الله سبحانه و تعالی، از ذکر الله سبحانه و تعالی و از احکامات دین و اسلام و قرآن. در ادامه میگه و این تعفو و تصبحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. ولی شما عفو در پیشه خود بسازید و شما با اونها رفتار نیک و بالاخره آمرزش بخواهید. الله سبحانه و تعالی هم مهربان هست. پس در این آیاتی که الله سبحانه و تعالی اهل ایمان را مخاطب میکنه به این که یاد خدا، ذکر الله سبحانه و تعالی چی چیز انسان را آرام میکنه. دنیا انسان را آرام نمی کند، زن و فرزند انسان را آرام نمی کند. آرامش قلبی فقط دوایش ذکر الله سبحانه و تعالی هست که الله می فرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب. این قلب فقط مطمئن می شود به یاد خدا، به ذکر الله سبحانه و تعالی. ای اهل ایمان، وقتی به سراغ من و تو آرامش نمی آید حرکت بکن به ذکر خدا. یا ایها الذین آمنو، جای دیگه مخاطب میکنه از مخاطبات قرآن که برای اهل ایمان هست. یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ای کسانی که شما میخواهید به آرامش برسید، میخواهید آرام باشید، راحت باشید. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. شما ذکر الله سبحانه و تعالی را داشته باشید و هم ذکری که بسیار. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. شما تسبیح پروردگار را بگید بکرة و اصیلا، صبح و شام. یعنی چی؟ یعنی 24 ساعت به یاد خدا باشید. وقتی میخوابید به یاد خدا بخوابید، به ذکر الله بخوابید، با او دعاهای مأثوری که آمده بخوابید. وقتی بیدار میشوید به یاد خدا بیدار شوید، به ذکر الله بیدار شوید. وقتی قدم میزنید به یاد الله قدم زنید. وقتی دکان باز میکنید به یاد الله دکان خود را باز کنید. وقتی مسجد داخل میشوید به یاد الله، خارج میشوید به یاد الله، همه بالاخره به یاد الله بکرة و اصیلا. صبح و شام 24 ساعت بیاد الله سبحانه و تعالی. یاد الله است که به ما انرژی میدهد، یاد الله است که روح و روان ما را آرام میسازد، یاد الله است که قلب ما را جلاح میدهد، یاد الله است که در ظاهر و باطن ما نور تولید میکند. یاد الله است. الله اکبر، الله اکبر. چی زیباست ذکر الله سبحانه و تعالی. پس هر کدام ما این آیاتی که میگه یا ایها الذین آمنو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، آیه دیگر میفرماید یا ایها الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروه و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروه ان الله غفور رحیم. آیه دیگر که میگوید یا ایها الذین آمنو اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. همه این آیاتی که مخاطب قرآن تو مسلمان هستید به اینه که میخوای بفهمانه که راه رسیدن به خدا، راه رسیدن به آرامش دنیا نیست، زن و فرزند نیست. اینها همه بالاخره وسیله هست. اصل و اساس و هدف رسیدن به الله سبحانه و تعالی اینه که ما اینها را درست و صحیح، یعنی فرزند در دوست داشته باش به خاطر الله، زن را دوست داشته باش به خاطر الله، تجارت کن به خاطر الله، معامله کن به خاطر الله. اینها همه می شود ذکر، همه می شود ذکر. اگر محبت اینها آماد و محبت الله را نعوذ بالله کنار زد، انسان در هلاکت قرار می گیره. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را ذاکر بگردانه، که همه ما ذاکر باشیم و عادت بدیم خود را که او دعاهای مأثوره و اذکاری که آمده ورد و وظیفه خود بسازیم. بعد از نمازها دعا کنیم، بعد از نمازها ذکر داشته باشیم، وقت خوابیدن ذکر داشته باشیم، وقت بیدار شدن ذکر داشته باشیم. همه اینها در اذکار و در دعاهای مأثوره در اینها آمده. اذکار صبح، اذکار شام، همه اینها را با خود داشته باشیم و بخوانیم و عمل کنیم
میشویم خوشبخت دنیا و آخرت. خدای تبارک تعالی ما را از جمله ذاکرین واقعی بگرداند. الله سبحانه و تعالی محبت خود را در قلب ما فوق همه محبت ها داشته باشد. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان.